اینا تصورات غلطیه که سلطه‌گران ایجاد کردن، گفتن اینا نیروهای نیابتی ایران. اون وقت میدونین چی کار میکنن؟ اینا میخوان بازی رو تبدیل بکنن از مبارزه علیه اشغال به یه دعوا بین ایران و اسرائیل. این دعوا بین ایران و اسرائیل نیست. کجا نیروی نیابتی؟ اینا نیروهایی هستند که به خاطر اعمال شما، فرض کنین ایران نبود، من گفتم ایران این پیام ارزشی، این در واقع همون قدرت معنایی، که بعضیا قدرت معنایی رو میدونید چی ترجمه میکنن؟ به انگلیسی این قدرت بهش میگن ideational power. تو ایران ترجمه کردن قدرت معنایی، یه ترجمه قشنگترش قدرت انگیزشیه. این نیرو ما بودیم، ولی این نیرو به معنی نیست که کسی رو استخدام کردیم از طرف ما این کارو بکنه. ما به مردم این توان رو دادیم که فکر کنن که میتوانن بیست. انقلاب ما این توان رو بهشون داد. انقلاب ما این انگیزه رو به اونها داد.